همونطور که میدونید حل مسائل ریاضی یکی از کارهای خیلی سختیه که داخل دوران تحصیلی ممکنه هر کسی با اون مواجه بشه و نتونه این موانع خیلی سخت رو از جلوی راهش برداره. امروز میخوام یه برنامه خیلی توپ و خفن رو بهتون معرفی کنم که با این برنامه به راحتی میتونید مسائل ریاضی رو حل کنید و یا اینکه میتونید ریاضی رو باش یاد بگیرین و جدا از این که میتونین یاد بگیرین میتونین گوشیتون رو ببرین سر جلسه امتحان و با این برنامه یه تقلب خیلی خوب رو انجام بدین. البته تقلب کار خیلی خوبی نیست، اما با این روش میتونین برین سر جلسه امتحان و حالا جدا از این که تقلب کنید میتونین با این برنامه حتی درس بخونین و راحت‌تر یاد بگیرین، چون راه حل رو هم به شما آموزش میده و وقتی که یک مسئله ریاضی رو شما باش حل میکنین با راه حل قشنگ به شما نشون میده که شما به هیچ مشکلی بر نمیخورین و سر جلسه امتحان اگر با تقلب بخواین این جواب معادله یا مسئله ریاضی رو حل کنید، معمولا جدا از این که جواب آخر رو باید بنویسین، راه حلش هم باید بنویسین. معمولا اونایی که تقلب میکنن فقط میان جواب آخر مینویسن و نمره کامل رو نمیگیرن. با این روش به راحتی میتونید کل جواب رو بنویسید و اصلا مولا دردش نمیره. خب این برنامه که میخوام معرفی کنم برنامه فوتومت، اگر اسمشو درست گفته باشم، و بریم که وارد این برنامه بشیم و تستش کنیم. خب این برنامه قبل از هر چیزی از زبان فارسی هم پشتیبانی میکنه و چه متن ریاضی که باشه به صورت تایپی باشه چه دست‌نویس به راحتی میتونه تشخیص بده. خب اینجا با دوربینمون البته قبلش باید دسترسی بدین برای اینکه بتونین ازش استفاده کنین، دسترسی به دوربینتون رو بدین. خب اینجا میگه اون مسئله رو که میخواین حل بکنید رو بیاین علامت دار کنید، یعنی در واقع با دوربینتون روش بگیرین که سلکت شه. خب اینجا من با دوربینم روش زدم سلکت شد و جوابا رو آورد و جواب آخرم که بهم نشون داده و روش حل شدنش رو هم که توضیح داده که به راحتی میتونین هر قسمت رو نگاه کنید که به چه صورتی حل شده. خب اینم از ویدیوی امروز. امیدوارم که این برنامه به دردتون خورده باشه و ازش استفاده کافی رو ببرین. این ویدیو رو برای دوستاتون هم بفرستین که به درد اونا هم بخوره و ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه بودین. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. اگر از ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و اگر کانال یوتیوب هم رو سابسکرایب نکردین حتما کانال یوتیوب هم رو سابسکرایب کنین، زنگولش رو بزنین تا از جدیدترین ویدیوی من با خبر بشین. اگر انتقادی، نظری، پیشنهادی، چیزی دارین پایین داخل همین کامنت ها برام بنویسین، حتما میخونم و جواب میدم. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.